برای سردار مغنیان بر ساز هشتار ترانه داوود. خداوندا در غضب خود مرا مذمت نکن و در خشم خود مرا جزا نده. با من مرحمت نما ای خداوند، زیرا که من افسرده حالم. مرا شفا بده ای خداوند، زیرا که استخوان‌هایم به لرزه آمده است. جانم نیز خیلی به لرزه آمده است. پس تو ای خداوند تا به کی؟ برگرد ای خداوند، جانم را برهان، به خاطر احسان خود مرا نجات ده. زیرا که در ممات ذکر تو نیست، در گورستان کی تو را حمد میگوید؟ از آه و واه خود لکات شدم، تمام شب جاگهم را غرق آب میکنم، با اشک خود بسترم را تر میکنم. چشمم از غصه خسته شده است، از دست همه خصمهایم عاجز گردیده است. از من دور شوید ای همه بدکرداران، زیرا که خداوند آواز گریه مرا شنیده است. خداوند استغاثه مرا شنیده است. خداوند دعای مرا اجابت خواهد کرد. بگذار همه دشمنانم شرمسار و بسیار هراسان شوند، در یکان خجل شده برگردند.